میخواین یک بریج بزنین که بریم به سمت بالا، مثلا برای بدوازی جایی، مثلا توی یک سمت پایین هستیم و حالا میخوایم بریم بالا، به یک بریج خوب نیاز داریم. من اینجا هم یک بریج خیلی خوب بهتون یاد بدم. اولین کاری که باید برای این بریج انجام بدید اینه که دکمه شیفت و فینیشینگ رو بگیرید، در همراه دکمه اس که عقب میرید، شیفت و اس رو نگه دارید، من کلیک راست هم کلیک بلاک میذارم، این سه دکمه رو نگه دارید همزمان. بعدش ببینید من الان اولین مثلا میخوام اینجا فرض کنید بویده، میخوام برم اونجا مثلا به اونجا برسم. باید وقتی شیفت رو اس رو نگه داشتم کلیک راست رو اینجا کردم، اولین کلیک راست رو اینجا رو یادتون باشه وقتی به اینجا رسید سریع بعد دکمه جامپ هم همراه اینو نگه دارم که میشه اینجوری. من الان اینو میذارم، میخواد بیاد برسه به اینجا، جامپ رو نگه میدارم و همچین بریجی اتفاق میفته. و میدونستی اگه ما یه دونه از این بوکس باکس ها بذاریم اینجا و هر دیسک که دوست داریم بذاریم توش، اگه الان من این لامپ اینجا بذارم خاموشه، ولی اگه اینجا بذارم روشنه. پیستون اگه اینجا باشه کار نمیکنه نمیاد جلو، اینجا باشه میاد جلو. رلستون کار نمیکنه، اینجا باشه کار میکنه. اگه بازم دوست داری همچین ویدیوهایی ببینی لایک و ساب کن نشتی.